جوجه کباب ما مثل پنبه نرم و خوشمزه است. براتون دارم یه جوجه کباب خاص و خوشمزه درست می‌کنم. سینه مرغ کامل، فلفل دلمه، پیاز، لیمو ترش، زعفران، ادویه، سس مایونز، خردل، روغن مایه. سینه‌های مرغ رو به برش‌های این قسمت انقدر میزنیم. حالا اندازش باز بستگی به خودتون داره. اول جوجه ها رو با زعفران غلیظ مزه‌دار میکنیم. خوب ماساژ میدیم، کنار میذاریم. فلفل دلمه ها رو به این صورت برش میزنیم نازک. پیاز هم برش های نازک میدیم. خب فلفل دلمه و پیاز رو یکم نمک همیشه میریزیم. با دستمون کمی فشار میدیم تا آب پیاز و فلفل دلمه‌مون در بیاد. داخل جوجه کبابا که زعفرانی شد 1 قاشق تا 2 قاشق سس مایونز میریزیم. اگه مایونز نخواستید از ماست پرچرب استفاده کنید. من یه مقدار سس خردلم داخلش میریزم که طعم خوبی میده بهش. کمی نمک، آویشن که ادویه اصلی جوجه کباب، فلفل با فلفل قرمز. خب من کمی پوست لیمورم توش داخلش رنده میکنم که طعم خیلی خوبی میده. چند قطره فقط لیمو ترش میریزیم. 1-2 قاشق روغن مایه میریزیم. خب مواد رو کاملا مخلوط میکنیم. بعد اضافه به مواد جوجه‌مون میکنیم. اینا رو کاملا مخلوط میکنیم. بعد به مدت 4 ساعت تا 24 ساعت میتونید داخل یخچال بذارید که مزه دار بشه. مواد که خوب ماساژ دادیم درش رو میذاریم داخل یخچال از 4 ساعت تا 24 ساعت. یه رمال درست میکنم من برای آخر که روی کباب میخوام بزنم. کره و زعفران و کمی نمک و فلفل و یه دونه لیمو ترش. آب لیمو رو هم داخلش میریزیم. جوجه رو چند ساعت تو یخچال من استراحت دادم. الان داخل سیخ میزنم. خب اینا آماده شد. الان من گوجه هارم سیخ میزنم. گوجه هارم سیخ زدم همه رو. بعد با یه چاقو به این صورت به علاوه میزنید که داخلش مغز پخت بشه. اینم برای کنار من غذا گذاشتم. پیاز رو خلالی کردم، سماق و لیمو و نمک و فلفل و کمی جعفری یا گشنیز. جوجه ها رو میذارم روی منقل. گوجه ها رو هم یه طرف میذارم. بچه اینا خاک گرفتم که گلدونای جدید درست کنم. اینم که گل چاییه که خیلی عطرش خوبه. اینم گلای دیگه است که شمدونی و روز هستش که تازه گرفتم. اینم کبابمونه که در حال آماده شدنه. بچه حتما اینو درست کنید. سسش عالیه یاد دادم. بچه تو فصل اردیبهشت این درختای یاس هلندیمون قشنگ شکوفه هاش زده. نگاه کنید خیلی زیباست. جوجه کبابای ما آماده شده دیگه. ببرم بکشم.
جوجه کباب ما مثل پنبه نرم و خوشمزه است. ببینید هر کدومشو به این صورته. ببینید بسیار آبدار و خوشمزه. جوجه کباب سنتی و اصیل ما با یه دستور بسیار خوشمزه آماده شده. امیدوارم خوشتون بیاد. ممنون از اینکه همراه هم بودید.